معجزه‌گر خاموش. نویسنده رضا حیات‌الغیب. قسمت 17. انتظار یک حالت ذهنی است و در اصل به این معناست که شما آینده را می‌خواهید و اکنون را نمی‌خواهید. آنچه را که دارید نمی‌خواهید و آنچه را ندارید می‌خواهید. با هر نوع انتظار ناآگاهانه تضادی درونی بین اکنون و اینجا، یعنی جایی که نمی‌خواهید باشید، با آینده فرافکنی شده خود، یعنی جایی که می‌خواهید باشید، ایجاد می‌کنید. این نگرش موجب می‌شود تا حال حاضر را از دست بدهید و کیفیت زندگی شما به شدت کاهش یابد. منتظر ماندن یعنی ترجیح دادن لحظه بعدی به این لحظه. افرادی که اسیر ذهن شرطیشان هستند به نوعی گرفتار چارچوب‌های خودساخته ذهنشان می‌شوند. یک ذهن شرطی تمایل به تکرار دارد و اگر شما به شرطی شدن ذهنتان عادت کنید که در برگیرنده الگوهای واکنشی است، از طریق انجام کارها و واکنش‌هایی که انجام می‌دهید، تجارب شبیه به هم را در زندگیتان رقم می‌زنید و حتی روابط مشابهی هم با اطرافیانتان برقرار می‌کنید. اینکه چطور کاری را انجام می‌دهید از خود کار هم مهمتر است. اگر هدف بزرگی دارید، باید در هر قدمی به سوی این هدف برمی‌دارید کل توجهتان را به همان کاری که در لحظه انجام می‌دهید معطوف کنید، چون هر گام به اندازه خود هدف ارزشمند است. در حقیقت کیفیت هر گام کیفیت هدف را نشان می‌دهد و هیچ وقت خود ابزار توجیه کننده هدف نیست، چرا که ابزار و هدف در کنار همدیگر معنی می‌دهند. بین توجه کامل داشتن به زمان حال و دانستن هدفتان تعادل خاصی برقرار کنید. اجازه بده داستان خودش پیش برود. تو فقط قادری که یک تصویر از کل فیلم را ببینی، اما سرچشمه همه گذشته، حال و آینده را در یک آن تماشا می کند. تو فقط بر انرژی لحظه حال تمرکز کن. نفست را تسلیم آتش اکنون کن. اجازه بده که درد ناآگاهی، ترس و مقاومت در برابر زندگی در آگاهی و عشق بسوزد. اجازه بده فواصل سکوت در وجودت طولانی تر و عمیق تر شوند. جستجوی هر آنچه که تو را از لحظه حال بیرون می کشد متوقف کن. چه اشراق، چه عشق، چه در هر لحظه با واقعیت خودت بی هیچ قضاوتی روبرو شو. به جشن و سرور لحظه حال بپرداز. اجازه بده آتش اکنون همه سرگرمی ها و تعلقاتت را بسوزاند. رها باش. افکاری که احساس خوبی در شما ایجاد نمی کنند و جز ناراحت کردن شما کاربردی ندارند رها کنید. حقیقتی که پیش روی ما قرار می گیرد به اندازه نگرش ما نسبت به آن اهمیت ندارد، چون نگرش ماست که کامیابی یا شکست ما را رقم می زند. اگر می خواهید شاد باشید، هدفی برای خود تعیین کنید که به افکار شما دستور بدهد، انرژیتان را آزاد کند و الهام بخش امید و آرزوهای شما باشد. کسانی که دیگران را نمی بخشند یعنی پیوسته در گذشته زندگی می کنند و کسانی که در گذشته زندگی می کنند زمان حال را تباه خواهند کرد. وقتی کسی ما را آزار می دهد باید روی شنهای صحرا بنویسیم تا بادهای بخشش آن را پاک کنند. ولی وقتی کسی محبتی در حق ما می کند باید آن را روی سنگ حک کنیم تا هیچ بادی
نتواند آن را از یادها ببرد. هنگامی که ما کمک می‌کنیم که دیگران متوجه شوند تنها نیستند و درک کنند آنها هم بدون توجه به شرایط زندگیشان دارای روحی خدایی هستند، آنگاه هست که ما به آن خود برتری منتقل می‌شویم که وجودمان را سرشار از احساس آرامش می‌کند. تنها خواسته خود برتر این است که در آرامش باشید. خود متعالی، خود برتر یا روح به قضاوت نمی‌شیند، مقایسه نمی‌کند و از شما نمی‌خواهد که کسی را شکست دهید یا از کسی بهتر باشید. فقط می‌خواهد در صلح و آرامش به سر ببرد. هر وقت که آماده کاری می‌شوید، این سوال را از خود بپرسید: آیا چیزی را که می‌خواهم بگویم یا انجام دهم برایم آرامش می‌آورد؟ اگر جواب مثبت است، تعلل نکنید و در این صورت خودتان را در اختیار خرد و تدبیر خویشتن متعالی خواهید گذاشت. ولی اگر جواب منفی است، به خود یادآوری کنید که هنوز خودبینی و منیت شماست که فرمان می‌راند. نفس آشفتگی به وجود می‌آورد، زیرا می‌خواهد به جدایی شما از همه، به ویژه خداوند، واقعیت بخشد. شما را به سوی قضاوت و همسنجی هل می‌دهد و سبب می‌شود که مصرانه خود را از بی‌نقص‌ترین و بهترین ها فرض کنید و یا برعکس باعث می‌شود شما خود را دونپایه و بی‌ارزش قلمداد کنید. شما نه از کسی پایین‌تر هستید و نه از کسی برتر. شما فقط خودتان هستید. خودتان هستید که باید به آن سطح آگاهیتان که شایستگیش را دارید نائل شوید. شما می توانید خود برترتان را که در همه ما وجود دارد با صدایی که تنها خواهان آرامشتان است بشناسید.